مردم را فقیر و مشغول نگه دارید. تنهای فرسوده توانی برای شورش ندارند. انسان گرسنه تنها رویای نان در سر دارد و هرگز به سرنگونی شاهزادگان نمی اندیشد. کارگر بیش از حد کار کرده مشتاق خواب است. عدالت ندهید، فقط آنقدر بدهید که زنده بمانند. هرگز به اندازه‌ای که شکوفا شوند ندهید و آنها مطیع میمانند. خوردنانی بدهید تا سپاسگزار باشند. رفاه برای قدرت زهری کشنده است. کسانی که سیر میشوند تنبل میشوند و تنبلی سؤال ایجاد میکند. امنیت خواسته ها را میطلبد، فراغت توطئه ها را میسازد و شهروندان راحت شروع به پرسیدن میکنند که چرا باید تعظیم کنند. سپس دیگر تعظیم نخواهند کرد. ناامیدی اطاعت را تحمیل میکند، در حالی که فراوانی نافرمانی را بیدار میکند. انسانهای گرسنه اطاعت میکنند و انسانهای سیر سازماندهی میکنند. آنها را خسته و گرسنه نگه دارید و مشغول در حال تعادل روی لبه تیر و آنها قابل کنترل میمانند. و اگر به آنها آسایش و ثروت بدهید، خودتان دستهایی میسازید که شما را حذف میکنند.